إيران لماذا؟ لماذا أهل السنة لا يقيمون قنوات مثل ما إيران عندها مئات القنوات؟ الآن القنوات الفارسية 4 5 فقط. ليش؟ بعد ما انبحى صوتنا. ليش ما يكون 40؟ السنة أكثر دولا، أكثر مالا، أكثر رقة، وأكثر في كل شيء. لماذا أهل الباطل جلدون في باطلهم وأهل الحق عاجزون عن حقوقهم؟ لماذا؟ هذا سؤال كبير وربما دعوة دكتور عبد الرحيم للتحرك في هذا المجال. أشكركم شكرا جزيلا. كنت معنا ضمن هذه الحلقة من برنامج مسلمون حول العالم دكتور عبد الرحيم الملا زادة، مؤسس رابطة أهل السنة في إيران. سعدنا بلقائكم، شكرا جزيلا لكم. بارك الله فيكم. ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى المسجد الأقصى المبارك، حيث اقتحمت قوات الاحتلال منزل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري في حي الصوانة بالقدس المحتلة فجر اليوم، وسلمته أمرا بالحضور للتحقيق في مركز شركة المسكوبية بالقدس. وقال الشيخ صبري إن قوة من المخابرات وشرطة الاحتلال اقتحمت منزله وسلمته تبليغا للحضور للتحقيق قبل ظهر اليوم من دون إبداء أسباب. ووصف الشيخ ما حدث بأنه استفزاز متعمد وتدخل في شؤون المسجد الأقصى المبارك. طرق باب الغرفة، باب البيت بعنف، وتوقعت ذلك منهم كالمعتاد. لما فتحت الباب أشعرون أنهم مخابرات وطلبوا هويتي، ثم ناولوني سلموني قرار إشعار دعوتي بالتحقيق الساعة 9 صباحا. أنت الآن متوجه للتحقيق؟ وأنا متوجه الآن للتحقيق. طب عرفت شو سبب التحقيق معك؟ لا، أتوقع في موضوع مشكلة المحكمة الإسرائيلية اللي أصدرت قرار بالسماح لليهود بالصلاة الصامتة في باحات الأقصى، وهذا بالنسبة لنا أمر مرفوض، وصرحنا ذلك مرارا، لأن الأقصى للمسلمين ونحن ندافع عن ديننا وندافع عن عقيدتنا وندافع عن مسجدنا المبارك الذي هو حق شرعي بقرار إلهي رباني. حذرت حركة طالبان الولايات المتحدة الأمريكية من زعزعة استقرار ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. بمرجي من مجو وحدي جوني يخن دورم شهادت زندگانی شهیدان زنده و جاوید باشن حیاتی خوش حیاتی آن جهانی. اور کونین کے تاجدار نے جب مومنوں کو لڑایا نہ کسی کے پاس تیر تھا نہ تلوار تھی، کسی کے پاس نیزہ تھا تو ڈھال نہیں تھی، اگر کمان تھا تو چھوڑنے کے لیے تیر نہیں تھا، اگر تیر تھا تو بچاؤ کے لیے سلا نہیں تھی، لیکن تھا تو رب پر ایمان تھا، اللہ پر اعتماد تھا. اور انہیں کے متعلق اقبال نے کہا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ اور مومن ہے. الله مسلم از سر نبی بیگانه شد، باز این بیت الحرام بتخانه شد.
تا نداری از محمد رنگ و بو، با درود خود میالا نام او. رفت و سوز سینه تاتار و کرد، یا مسلمان مرد و یا قرآن بمرد. در مسلمان شأن محبوبی نماند، خالد و فاروق و ایوبی نماند. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين، أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم نور قلوبنا بالعلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بين من حبل الوريد يا فعال لما يريد، يا من يحول بين المرء وقلبه، حل بيننا وبين من يؤذينا بحولك وقوتك. يا كافي كل شيء ولا يكفي عنه شيء، اكفنا ما يهمنا من هموم الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خداوند متعال و با درود بی پایان بر محمد مصطفی علیه السلام و علی آله و صحبه الکرام، و با عرض سلام و ادب شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی از مؤمنان و صالحان و حقجویان و منصفان. از خداوند متعال تقاضا دارم که در این اوقاتی که مشرف به خدمتون هستم، آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است، خداوند آن را به لطف و مرحمت خودش بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید. و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. بهترین سخن سخن خداوند است و بهترین رهنمود نبوی. در شرح سخن خداوند جل جلاله و امنوالو که او را شاکریم که به من شما توفیق داده که برگرد سخنش، برگرد کلامش، برگرد کتابش حلقه بزنیم، زانوی ادب بزنیم تا از فرامینش، از راهنمایی هایش، از راه حل هایش، از راه علاج هایش، از نورش، از خورشید معنویتش برای روشن کردن قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار خود و برای رسیدن به سعادت دنیوی قبل از اخروی و اخروی از آن سود ببریم. و با تشکر از این که ما را مهمان خانه های خود قرار داده اید، که از خداوند متعال تقاضا دارم که خانه های ما و شما را با نور طاعت و عبادت و
علم و توحید و قرآن و سنت منور بسازد و از ظلمت و سرگردانی و حیرت بیدینی و بددینی و خرافه و شرک و هر آنچه از ادبیات ننگین و فریبنده حوزه های شرکیه قم و نجف و امثالشون می باشد افکار و قلوب ما و شما را از آن پاک نگه دارد و در این شبستان تاریک چون این چیزی ممکن فهمیدن قرآن، کتاب زندگی، کتاب هستی و جاهدهم به جهادا کبیرا. خداوند به پیامبرش دستور میده که با این کتاب بزرگترین جهاد انجام بده. یعنی بزرگترین جهاد در اسلام جهاد فرهنگی است، جهاد جنگ، جهاد میدان، برای اینه که این فرهنگ به مردم بدون تحریف و تزویر به دستشون برسه. طاغوتا که نمیذارن، زمانی بود که طاغوتا نمیذاشتن، امروز نه، امروز میگذارن، طاغوتا امروزی میذارن. شما در هر جا نشستی جز در ایران شرک زده میتونید قرآن رو تفسیر کنید. پس بزرگترین جهاد با این کتابه و این کتاب همراهش TNT نیست که آقا با TNT برو همراه، برو با کاری که بعضی از احمقا انجام میدن، با عواطف نمیگم پاک ناپاک خود، با جهل و با نادانیشون. و شرح این نادانی، علاج این نادانی ها، علاج این قلوب ها، علاج این افراط ها، علاج این تندروی ها که در همه ادیان هست، خلاصش در تشیع در اسلام با همراه با خوارج منتقل شده. همه این علاج ها را در قرآن میبینید. همین قرآنی که کتاب زندگی مسلمانانه و همین قرآنی که از خمینی تا کلینی یه بوتی تراشیدن که هرگز از مادر متولد نشده، به نام امام زمان قرآن مسلمان ها رو برده با خودش دزدیده. امام قرآن دزد، 2/3 قرآن دزدیده، 1/3 هم که هستش قابل فهم نیست. بفرمایید دیگه چی میخواد؟ اون موقع یه دجالی مثل خمینی میاد میگه که نه، ائمه اسرار نگفتن. خب شیعه چشمش دست این دجاله، چه میگه؟ خب هیچی دیگه، چرا قرآن بخونه؟ دو مذهب مبناش بر عوام زدگی است، تشیع و تصوف. اما اسلام حتی توحیدش با علمه، فعلم انه لا اله الا هو، یعنی علم و مقدمه بر توحید هم دونسته، دانش، فهم. و این دو مذهب ویرانگر هم فهم از انسان میگیرن، هم عقل و شعور انسان میگیرن. بعد آدم چی میشه؟ میشه عقرب خور، میشه مارخور، میشه لامپ خور. این تصوفش. در تشیع میشه جنایتکار، سینه زن، زنجیر زن، تروریست، قاتل، خمس بخور، صیغه بکن. خداوند به ما و شما توفیق فهم این کتاب بده و ما و شما را هدایت کند با این کتاب و دیگران به وسیله ما و شما هدایت کند. این بهترین سخن که در میان من شماست، چشم باز و گوش باز و این اما در حیرت من از چشم بندی خدا. هیچ کتابی در میان مسلمانان اینقدر مظلوم نیست که این کتابه. در صورتی که روز قیامت نه فقط مسلمانان، تک تک بشر بر مبنی و مبانی و اصول و فروع این کتاب بازخواست خواهند شد، نه بر اساس تورات، نه بر اساس انجیل، نه بر اساس اصول کافی. در شرح بهترین سخن رسیدیم به آیه 15 و 16 از سوره یوسف علیه ولا نبینا الصلاة والسلام. تلاوتش را بشنویم، بعد از اون ترجمه و تفسیرش را. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب
وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون ببردند او را یوسف را کی برادرانش که پیغمبر زاده اند نه امام زاده ببردند او را به صحرا و دشت همه عزمشان نیز یکسان بگشت. مقصودی که شیطان هر کسی را فریب میده. آدم به بر نسب نازان شدن نادانی است. حکم او اندر تن و تن فانی است. در انباره که چایش افکنند برو چوب مکر و حسد را زنند که او را نهادند اخوان به چاه برو وحی فرموده یکتا اله که هرگز نباشی غمین و نژند رهایی بیابی از این دام و بند یکی روز آید که اخوان خیش کنی آگه از آنچه آمد به پیش ندارند هرچند درکی درست که هستند بس جاهل و رأی سست تو شب گشت با چشم مملو عذاب نشستند نزد پدر با عذاب بدادند خود شرح آن سرگذشت که رفتیم چون سوی صحرا و دشت دویدیم ناگه به یک سوی بر ببینیم که میرسد زودتر بجا ماند یوسف ولی آن کنار که ما اندر آنجا نهادیم بار یکی گرگ او را درید که خود گوش ما بانگ او را شنید شهادت دو بگوییم حق ارچه بی کم و کاست بگوییم حق ارچه بی کم و کاست نیاید تو را باور این حرف راست آدم مشکوک خودشو لو میده. واجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب وقتی بردنش فلما ذهبوا به واجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب وقتی که او رو بردن اتفاق کردند که او رو در انبارک چاه در مخفیگاه چاه قرارش بدن ما بهش وحی کردیم لتنبئنهم بامرهم هذا و هم لا یشعرون که البته از این کارشون خبرشون خواهی کرد لیکن اینها درک نمی کنند. الان صبح شد از خواب برخاستند بلند شدند وقت اجرای نقشه رسیده بعد از که وسایلشون تهیه کردن یوسف و با مهربانی از دامن پدر و مادرشون جدا کردن. پدر و مادر بیخبر از همه جا تا مسافتی یوسف عزیز خودشون رو مشایعت میکنند و او رو نوازش میدن، جامعه نو پوشوندنش، سفارش رو به هر یک از برادرانش میکنن که مواظب برادر کوچکتون باشید. اینا همشون هر 10 نفرشون تا جایی که پدر و مادر ظاهر بودن و دل یعقوب عاشق فرزند کوچکشه در این پیرسالی، در این پرتوتی دلش از مفارقت یوسف میتپه و به خودشون وعده میدادند که شب نزدیکه، این سفر یه روزه کوتاهه، چند ساعت دیگه یوسف دوباره به آغوششون میکشند، اونو خواهند دید. خودشون تسلی میدن تا زمانی که برادران یوسف در معرض دید پدر و مادرشون بودن، در چشم رستشون بودن. یعقوب و همسرش راحیل اونا رو میدیدن، اینا یوسف رو نوازش میکردن
اونو بغل میکردن، از دوش یکی به دوش دیگری میپرید، نمیذاشتن پیاده بره، نمیذاشتن خسته بشه. ولی وقتی که از منظر خانه دور شدن، از شهر به اصطلاح دور رفتن، تپه های بیابان فلسطین بینشون و بین خانه ها فاصله انداخت، آغاز بدرفتاری با این کودک بیگناهو شروع کردن. از دوش خودشون اونو به زمین انداختن، با سیلی و لگد اونو به بیابان میدماندن. به هر کی پناه میبرد سیلی میخورد، کتک میخورد، تا این چاهی که سر کاروان ها بود، میگن حدود 3 فرسخ، با سرعت اونو راه بردن. با این طفلی که هنوز راه نرفته، 9 ساله، دشت صحرا رو نمیدونه، کشان بردنش. به خاطر خوابی که دیده، حسودی رو ببینید چه کار میکنه. از فحوای آیه استفاده میشه که این 10 نفر در سر چاه هم اختلاف کردن. بعضی خواستن اونو بکشن، نابودش کنن، در میان چاه پرتابش کنن بمیره. در بعضی روایات اومده که اونو پرتاب کردن. اما ظاهر آیه اینه که نظر اکثرشون یا تمامشون اینه که اونو ته چاه بگذارن، یا با ریسمان به هر طریقی. این چاه در سر کاروانهای مصر بود، لیکن عمیق بود، مهیب بود، ترسناک بود. اطرافش هم ناهموار، بی ساختمان، و تاریکی هاش هم که قرآن به غیابت الجب تعبیرش میکنه. چه بسا که در ته چاه هم رخنهایی بوده در ظلمت. خب کودکی که تا چند ساعت قبل در دامن پرمحبت بزرگ بنی اسرائیل، نبی بنی اسرائیل یعقوب علیه السلام که هم رئیس خانواده شونه، هم پیامبره، این کودک در آغوش پدر مادر مهربان پرستاری میشد. اکنون میخوان اینو با سیلی و لگد و پشت و کتک و تپانچه بندازن ته چاه. چاهی که از یک تکسلولی بدتره، از یک حبس تاریک قدیما به تکسلول حبس تاریک میذاشتن، وحشتناکتره، نمناکتره. حبسای تاریک مثل چاهای تاریک. امام سرخسی کتابشو، کتاب مبسوط شو، در چاه تاریک نوشته. اون موقع تصور کنی این کتاب بی این در حدود 10-11 جلد اون ته چاه می نوشته و اون بالا سر شاگردانش اینو می نوشتن. یعنی ظلم قدیم و ظلم جدید 1000 درجه بهتر بوده. ظلم جدید میذارن شاگرد پیش استادش بره. و حبسای تاریک مکانی بود که تنگ بود، تاریک بود، از نور و آفتاب محروم می شدن، لیکن به هر حال در محل امن بود، زیر نظر مأموری بود، زیر نظر پاسبان ها بود به اصطلاح. اما این چاه پایین آبه، ترس افتادن درش هست، ترس سقوط درش هست. تو بدنه چاه مار و مور و حشرات و موذیات ممکنه باشه. الان بر این طفل نورس در این اولین منزل تبعید و خطرناک، اولین مرحله بلا چه گذشته؟ اندازه فشار روحیش، اندوهش چقدر بوده؟ قابل تصور نیست. لیکن با این تفاوت که این داستان حقیقیه، داستان شیعه نیست که راجع به حضرت حسین نقل میکنند که 1000% دروغه. این احسن القصصه. حتی دروغ هایی که بنی اسرائیل ساختن اینا رو کنار زده. قبل از اینکه به چاه بندازنش بدنش رو برهنه میکنن، پیراهنش از بدنش میارن بیرون برای که خونینش کنن که آقا پدر جان این گور خورده. پیراهن خونین یوسف رو برای پدر مهربانش ببرن. اما یوسف آیا با این کودک، با چشمگریان خودش چه درخواستی ازشون میکنه؟ آیا میگه که به کودکی من ترحم کنید، به پدر پیر من ترحم کنید، اون از غصه جدایی من نسوزونید، بدن من برهنه نکنید؟
هر چی بود که بود، بالاخره اون در ته چاه انداختن. چاهی که هیچ امید بیرون اومدن نداشت، اونجا گذاشتنش. چاهی که دستگیره و جای پا و هیچی نداره. این کودک هم پاهاش به این طرف اون طرف چاه نمیرسه که بتونه بیاد بیرون. اطرافش هم سنگچین نیست. بعضی نوشتند که در کنار آب یه سنگ بود که یوسف پس از افتادن در آب روی اون سنگ خودشو نگه داشت. از بالا صدا زدن. وقتی جواب داد فهمیدند که هنوز زنده. میخواستن یه سنگ می‌اندازن سرش که بکشنش، لیکن یهودا برادر بزرگترشون مانع شد. همین کارا رو امروز با همینها با فلسطینی‌ها میکنن و بدتر از اینها، 1000 برابر بدتر از اینها، صهیونیسم ایران با ایرانیان انجام میده و شیعه هر جا که قدم گذاشته روی شارون و نیرون سفید کرده. به هر حال سکوت مرگبار فضای چاهو گرفته. فقط ناله غمناک و دردناک یوسف که این سکوتو میشکنه. امواج و غم غصه در دلش میخروشه. قیافه زندگی در نظرش دیگه هیچی، زشته. در چنین حالت دنیا رو به یک چهره اهریمنی میبینه که آیا من در این چاه زنده میمونم؟ چند شب روز اینجا میمونم؟ آیا از گرسنگی و تشنگی نمیمیرم؟ از گزند حوادث، از گزند حیوانات موذی در امان میمونم؟ وسیله نجات تقریبا راهش بسته از در دید بشری، از همه جا ناامید. در چنین وقتی عنایت الهی به سراغش میاد، نوید غیبی به سراغش میاد. بیننده ارجمند، پایان شب سیاه سفید است. این داستانها رو قرآن بر من شما میاره که در سختی ها ناامید نشیم، تسلیم یأس و تسلیم شیطان نشیم که شیطان در وقت یأس بیشتر کار میتونه بکنه تا وقت دیگه. تا کسی نامهربانی و آزار مردم و خصوصا کسان و خیشان و نزدیکان خودشو نبینه، دوستان خائن خودشو نبینه، همراهان خودشو نبینه، چه بسا که متوجه خدای مهربان نشه، چه بسا که قدر الطاف خدای منان خودشو ندونه. مساجد رو نگاه کنید، شاید 90%شون به خاطر مصیبت های به مسجد اومدن. مصیبت ها پیام های خداونده. یوسف خردسال که در چاه بلا مونده، شاید نابود بشه، شاید از غصه سکته بکنه. حلقه های بلا روی دل نازکش چنان سنگینی میکنه که اگر در قعر چاه از وحشت بمیره کسی اونو ملامت نمیکنه. لیکن خداوند بر این طفل یک استعداد سرشار درش نهاده که فوری متوجه خداش میشه. این دعا رو میخونه که یا شاهدن غیر غایب، یا قریبا غیر بعید، و یا غالبا غیر مغلوب، اجعل لی من امری فرجا و مخرجا. در هر سختی این دعا رو بخونید. ای شاهدی که غایب نیستید، نظارگر منید. ای نزدیکی که دور نیستید، منو میبینید. ای غالبی که تو رو کسی نمیتونه مغلوب کنه، در امر من فرج و مخرجی حاصل کن. توجهش به خدا بود و خدا او رو مدد کرد در چنین حالتی. سختتر از این حالت شما میبینید؟ اونم با این عمر، کودک 9 ساله 11 ساله، نه امامی رو خوند، نه امامزاده رو خوند، نه این کوفت زهربارها و بتخانهایی که براتون درست کردن، پیر و شیخ و پاتال و قلندر و بقیه بتخانهایی که در به اسم تصوف و تشیع درست کردن، همش دروغ. قرآن یک کتاب دروغ سوزه. پیامبرزاده‌ای که با برادرشون چنین کردن، به خدای مهربان پناه برد. تنها خدای مهربانه که از حال بندگان مطلع، اوست که نگهبان همه.
اوست که همه را مورد عنایت خود قرار میده. اینجا بود که در ته چاه، در این سختی، در این وحشت، در این ظلم و ظلم نزدیکان سختره، خداوند دستشو گرفت که هیچی، بلکه نبوتش از اینجا آغاز شد. شما که میگید امام از نبوت بالاتره، و چرا نبوت یا امامت این بچه قرتی که به نام امام زمان تراشیدید در ته 4000 ساله لموندینش، چرا نبوت شروع نمیشه؟ اون 3 روز مون خداوند فوری به دادش رسید، در همون لحظه وقتی که نبوت شروع شد، وحی بر دلش اومد، نور حیات چشمش روشن کرد و در این مکان قربت وحی الهی انیسش شد. در این پرتگاه خطر به او آرامش رسید، خداوند حفظش کرد. و اوحینا الیه، بهش وحی کردیم یوسفا غم مخور که پایان شب سیاه سفید است و در ناامیدی بسی امید است. انسان تا از وسایل مادی قطع نشه و چشمشو بر غیر خدا نبنده، ارتباط با حق میسر نمیشه. قدمی که روی آمال و آرزو گذاشتی تو رو اون موقع به مبدأ همه آرزو و همه امیدها نزدیک میکنه. یه طفل 12 ساله یا 9 ساله از خانمانش، از زندگیش، از دامن پر محبت پدر مادرش بریده شده، در ته چاهی در بیابان وحشتناکی که در عمرش ندیده سقوط کرده. علاوه بر این که مشمول لطف الهی شد، بزرگترین نعمتی رو که یک انسان میتونه دریافت کنه دریافت کرد که برش وحی شد. غصهش تبدیل به شادی شد. جبرائیل علیه السلام نزدش اومد که غم مخور، اندوهگین مباش، آینده خوبی، آینده سعادتمندی داری. از قعر چاه به اوج ماه میرسید. برادرانت از این عمل وحشیانی که انجام دادن شرمنده خواهند شد. تو اونا رو خبر میکنید، در صورتی که تو رو نمیشناسن، ولی که 40 سال 80 سال بعد کارهای خداوند با حکمته و الان شعورشون از دست دادند، با تو این رفتار کردن. برادرانت بندوار در پیش تخت عظمت تو به زانو در میان، از تو طلب عفو میکنند، از تو طلب بخشش میکنند. آیا در اون روز بر این برادرانت چه خواهد گذشت؟ اما الان حجاب جهل، حجاب حسد مانع از فهمشونه، مانع از درکشونه، مانع از شعورشونه و هم لا یشعرون. شعور، فهم، همان روشنی ضمیر انسانه، آشناییش با وظایفشه. تا زمانی که نور عقل و ایمان در دل انسان میتابه و چراغ هدایت باطنیش خاموش نشده، ممکن نیست چون این جنایت هایی انجام بده، چون این گناهی مرتکب بشه. همانطور که تا انسان بیداره، روح در تمام اعضاش، در تمام جوارحش فرماندهی میکنه. گوش میشنوه، چشم میبینه، هر عضوی به وظایف خودش عمل میکنه. همینطور هم تا حس عقل و ایمان بیداره، شعور و فهم انسان کار میکنه. ممکن نیست آدم خردمند، دیندار، با فهم و با شعور و با آگاهی خودش خلاف وظیفه خودش عمل کنه. ولذا معصیت هایی که درش میفته با جهله، در اون لحظه گویا کوره. انسان وقتی دست به جنایت میزنه، به سوی گناه میره، به سوی معصیت میره، وقتیه که حس عقلش، حس ایمانش میمیره، بی عقل میشه، بی ایمان میشه، یا بگو بی شعور میشه. همچنان که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن
لا يشرب الشارب وهو مؤمن ولا يزني الزاني وهو مؤمن. کسی که مؤمنش در حالت ایمان شراب نمیخوره، در حالت ایمان زنا نمیکنه، یعنی درجه ایمانش در این موقع که این کارا میکنه به صفر رسیده، چون ایمان کم و زیاد میشه، با طاعت ها زیاد میشه، با معصیت ها کم میشه. انسان وقتی از خواب غفلت بیدار میشه، شعور باطنیش هوشیار میشه. اگه گناهی کرده پشیمان میشه، اگه پشیمان نشد ایمان نداره، باید خودشو معالجه کنه. اما اگر مذهب ویرانگری که گناه ها را به شکل عبادت در آورده، همطور که رافضیان مدعی تشیع هستند، این علاجش خیلی مشکل تر از اینه. یارو میره صیغه میکنه، فکر میکنه عبادت میکنه، زنا میکنه میگه عبادت میکنه. نتیجه جهل و جهالت اینه. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بریم سراغ کلیپ هاتون. قضاوت. نصب قطعات طلایی گنبد حرم امیرالمؤمنین علی علیه السلام در شهر مقدس نجف آغاز شد. مساحت این گنبد 650 متر مربع است. همه این کارها حرام، بدعت و حرام. و 10,000 قطعه طلا بر روی آن نصب می شود. قرار است بر روی قطعات طلایی گنبد 17 میکرون طلا اضافه شود. مردم از گرسنگی میمیرن، اینا قبرها رو آباد میکنن، بت پرستی میکنن. و بت پرستی تشیع از بت پرستی هندوها خطرناکتره. بعد اینترنت نداره، چون خیلی سخته برای درس خوندن. میرم بالای کوه میایم با بچه‌ها. نداری چیکار میکنی؟ میرم بالای کوه دیگه. خیلی صبح درس نه رفتی میگی صبح درس نخوندی؟ میگن از شبکه‌های تلویزیونی مثلا درس بخون، ولی اینجا دیجیتال نداره، آنتن هم نداره که بگیره. 170 دانش آموز داره و فقط همین یه دونه کلاس کانکسی رو داره. 19 متر کانکسی. 1398. من میتونم 170 تا دانش آموز هم آموزش بدم هم پرورش. به نظرتون میشه؟ یه قسمت خیلی کوچیکی از صحن خانم فاطمه زهرا است. اونم رو آفتاب بیرون نشستن. نصف بچه‌ها پشت این کانکس تو سایه کانکس گرفتن نشستن، یعنی اسمش سایه است. بزرگترین پروژه عمرانی جهان اسلام. من خودم در بچگی هم این مدرسه رو پایینی میبینید اینجوری درس خوندم در پارود. توسط شرکت ستاد بازسازی ارتباط عالیات ایران ساخته میشه. تدریس کنیم برای عزیزم سلام بچه‌ها. اینا همه دانش آموزات. یه بخش خیلی کوچیکی هستش. آقا من بیاد میدونم. مثلا به نظر شما این دانش آموز با این سن کوچیکش من میتونم اینو بیرون بذارم؟ اساسا زیرانداز ندارن. پروژه کاملا اصولی برنامه‌ریزی شده. مهندسای ایرانی، ناظرای ایرانی، مجری‌های ایرانی. لازم تحلیل اصلا هیچ ندارم. اصلا ما مداد رنگی نداریم که ریاضیمون تدریس کنیم. ریاضی پای اول همش با رنگ کردنه. پیدا کن، رنگ کن، کدوم شبیه کدومه. اصلا نداریم. من که میتونیم همه رو با مداد سیاه کنیم. یک قسمت کوچیکی از صحن حضرت زهرا هست. من بیشتر کمک به مردم مظلوم و ستمدیده عراق بود. وسعت این پروژه 220,000 متر زیربنا هست و سنگ مرمر بهتر از این تو دنیا ما نداریم. همین پروژه ما 2,000 چشمه سرویس بهداشتی داریم. وقتی در کشور خودمون اینقدر نیازمند داریم، این زمینه چه پاسخی دارید؟ این موضوع دو جنبه داره. یک جنبهش که واقعا جنبه سیاسی کار دشمن بود. همه دستورات دینی ما هست که نزورات رو هیچی حق نداره کسی در جای غیر از خودش خرج بکنه. که ائمه که خودشون اینجوری زندگیشون ساده بود چه نیاز داره مثلا این همه بارگاه و
اینها رو این شکل درست کنیم ما توسعه بدیم اینا بحث‌های یه مقدارش بحث‌های فقهیه. 20 میلیون نفر راهی میشه به سوی یه نقطه‌ای. آیا این ارزش نداره یک جایگاهی که میخواد 20 میلیون نفر بیان اینجا حاجت بطلبن؟ حاجت بتخانه حاجت بطلبن، راز و نیاز کنم به درگاه خداوند. خداوند نیاز بارگاه داره؟ شده لنگ پول بشید اینجا؟ ما خوشبختانه تا الان در این مدتی که بنده محصول بودم تنها مشکلی که من میتونم بگم نداشتیم مشکل ریالی مشکل پول بوده. بله. خداوند نفرین کند کسانی که ملت رو بدبخت کردند و بتخانه ها را آباد. نسأل سؤال سيد الشهداء أقيم عليه العزاء هل بدأ العزاء والبكاء من يوم عاشوراء من يوم قتله؟ آیا روز برای سید الشهدا عزاداری از روز قتل شروع شده یا که؟ الجواب كلا. نه. هل بدأ تاريخ البكاء والعزاء من يوم ولادته؟ آیا عزاداری از روز ولادت شروع شده؟ بازم میگه نه. جاوبني كلا وإنما بدأ العزاء من بداية الوجود. عزاداری از آغاز هستی شروع شده. الان این آقانده میگه که دروغگوترین مذهب دنیا شیعه، خود شیعه یا شیعه لایکه. مصيبة خرافات هواية وكذب هواية، يعني أكذب طائفة بالعالم هو الشيعة. میگه دروغگوترین فرقه در دنیا شیعه. ما شفت بالعالم كله أكذب من الطائفة من الشيعة. دادش در آمده میگه من در دنیا هیچ دروغگوتر از شیعه ندیدم. آخوند پررویی که چراغ قرمز رد کرده و پیرمرد موتوری تصادف کرده. صحبتاش اینه که میخوام شما بمیری گوشتت رو من بخورم، نفس زیادی میکشی یا اینکه میام سقط بشی. بیا آخوند قلدر. آخوند بیامامه. شکمش از امامش زودتر. شهرستان استان فارس. استان فارس 36 شهرستان فارس. 36 شهرستان استان فارس. استان فارس 36. بیا این رئیس جمهور کشور که فارسیش زبانشه اینطوری حرف میزنه. موقع ما میگیم صوفی عبدالحمید فارسی بلد نیست. شهرستان 36 شهرستان استان فارس. استان فارس 36 شهرستان فارس. 36 شهرستان استان فارس. استان فارس 36 شهرستان. آقای رضا هراتی حذف کردید. آقای زاهد احمدی. آخوند ببین. محیط های کاری گاهی موقع ها دختر و پسر زن و مرد جوان نشستن، ارباب رجوع هم خیلی ندارن تو خلوت. محیط های کاری
اینا خطرناکه. مهمانی های مختلط، مهمانی هایی که مختلط هست، گاهی موقع شوخی میکنن با هم دیگه، میگن میخندن با هم دیگه با اینکه نامحرمن. آقا اینا شوخی بردار نیست، به خدا قسم. امیر المؤمنین علیه السلام، امیر المؤمنین، نه فلان عارف، نه فلان مرجع تقلید، حضرت امیر، همتون شنیدید میفرمود من به دختران جوان سلام نمیکنم مبادا که جواب سلام رو با یه نازی کرشمه‌ای بده، صدا رو نازک بکنه، دل من بلرزه. حضرت امیر داره اینو میگه خب سلام دادن که واجب که نیست. حالا راجع به این مورد که ممکنه تحریک آمیز باشه من سلام نمیکنم. این قسمت اول حرفش درسته، قسمت دومش دروغه. قسمت اول حرف درسته، برای اینکه پیامبر اکرم میفرمایند زن و مردی تنها نمیشن مگه که سومی شیطانه. این هیچ مرد و هیچ زنی نمیتونه انکار بکنه. هیچ زن و مرد نامحرمی نیست که با هم بشینن بگن نه ما همجوری فی سبیل الله نشستیم. اما قسمت دومش دروغه. قسمت دومش که علی گفته من سلام نه، اولا سلام سنته، بعد پیامبر خدا صلی الله علیه و بر زنان سلام کرده، علی سلام نمیکنه که من از صداش ممکنه دلم بلرزه. این چرندولوژی رو از خودش در میاره. آقای عبدالله موحد، اینی که کاریکاتور موهن برای پیامبر خدا کشیده بود به درک واصل شد، لیکن این کلیپی که شما فرستادید ترجمه شده. وفاة لارش فيليكس صاحب الرسوم المسيئة لنبينا عليه الصلاة والسلام في حادث تصادم بشاحنة. وفات این مردک در یک حادثه با یک ماشین. وموته حرقا بصورة بشعة بعد اندلاع حريق بالسيارة. و اینکه زنده سوخته شده. احترق هو مع اثنين من الضباط الذين خودش و دو تا از افسرانی که نگهبانیش میکردن همشون سوختند. كانوا مكلفين بحمايته. هذا المسيء كان تحت حماية الشرطة منذ نشره للرسوم عام 2007 وحتى الآن. از سال 2007 تا الان زیر نظر پلیس بوده که ازش حمایت میکرده. ایشون آقای حسینیه و دعوتگر خوبیه و دوستمونه. عاش هذا المخذول في خوف وقلق واضطراب لا يتحرك الا بحراسات ومراقبه. با پریشانی زندگی کرد، هیچ جا نمیتونست بره مگه با نگهبان. منذ ان فعل فعلته القبيحه از روزی که این فعل زشت انجام داد که بر علیه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله کاریکاتور کشید. 14 عاما تا الان هلك بالحريق وذهب. آخرش هم زندگیش تمام شد و سوخته شد خودش. والحساب عند الله اشد. و حساب پیش خداونده. انا كفيناك المستهزئين. انا كفيناك المستهزئين. رو در مقابل مستهزئان و مسخره کنندگان از تو دفاع میکنیم، کافی هستیم. شیعیانی که همسر پیغمبر رو که ارزش باشه مسخره کردن، ببینید خداوند پشت دادن به چه بلایی گرفتارشون کرده، بلای صیغه که در خانواده‌شون غالبا اطمینان ندارن. إن شانئك هو الأبتر إلا تنصروه فقد نصره الله صدق الله بقي ذكر حبيبنا ونبينا محمودا عاليا وذهب شانئه مذموما محترقا. یاد پیامبرمان همچنان برتر و عالی میمونه و اونی که دشمنی باش کرد سوخته شد و رفت. بله. آقای یعقوب شیروزهی شما نوشتید جزاهم الله خیرا، اینجوری میشه نوشت، چرا نه؟ مگه اشکال در کجاست؟
جزاک الله خیرا یک چیزیه، جزاهم الله خیرا یک چیز. جزاک الله خیر یعنی شما رو خدا جزا خیر بده، جزاهم الله خیر یعنی اونها رو خدا جزای خیر بده. شما مقصودتون کدومی که من نمیدونم. آقای محمد شریف هدایت شده، علیکم السلام. سوال بنده قصد دارم وارد سپاه شده و از درون قلب مشکل توجیه دین اسلام کنم. آیا برای شما سپاه با دروغ بگم که شیعه هستم؟ من که نصیحت نمی کنم که وارد چون دستگاهی بشی که با ظلم همکاری کنی، ناچار میشه با در حفظ رژیم بکوشی بکن که بیشبه باشه. لیکن در حقیقت شما الان یک شیعه حقیقی هستید. شیعیان شیعه نیستند، شما شیعه هستید. شیعیان حقیقی سنیان هستند که هم اهل بیت دوست دارن و هم صحابه رو دوست دارن. شیعیان امروزی بعد از اینکه تشیع 4 بار تحریف شده قالیانه. امامت بزرگترین قلوبه. آقای عبدالله از بوشهر، راجع به آقای مولانا بهزاد فقیه که می صحبت که من نمیدونم، چیز ازش نمیدونم. چیزی که میشنوم گاه همین کلیپ هایی است که کلیپ های خوبی اتفاقا. آقای سهیل از مشهد، آقای کیان هدایت شده، سلام. استاد قابل توجه کسانی که به پول خود می نازند خداوند یک شبه می دهد، بخواهد یک شبه در یک لحظه هم می گیرد، طوری که تصرف نمی کنید. این کشتی با بار یخچال های گران قیمت در 2 دقیقه خداوند گرفتشون را رفت زیر آب. بله. برنامه شما حدود 8 و 10 دقیقه یا 15 دقیقه شروع میشه با تهران. بله. یعنی شما میخوام بگید وقت 3 ساعته، الان 5 و نیمه پیش ما. پیش شما 8 و نیمه الان. نه ببخشید، الان پیش شما 6 و نیمه. 6 و نیم. پیش شما الان 9 و نیمه یا 9. چیکار کنیم؟ برو عقب، برو عقب. چیه؟ بوشاقه بیا بگیره. بلش کن. چاقو بگیر، چاقو بیار. آقا سمی چاقو. نیمه نیست هیچ کدوم.
استقبال چیه؟ استقبال چیه؟ حاجی چی هوای خراب چه میان حاجی؟ هوا خوب بوده. هوا بده. طرفة العین جهان برهم زند، کس نمی آرد که آنجا دم زند. پس 2.5 ساعت با هم دیگه اختلاف داریم. اگر هم پیش شما 9 پیش ما 6.5، پس 2.5 ساعت اختلاف داریم. هدایت شده هیئتی. بله ببینیم آقای خمینی چی میگه راجع به مهدویت. حضرت مهدی سلام الله علیه ببینیم ملتی را که بر شخصی که اصلا متولد نشده دروغی بیش نیست صلوات میفرستند، اما پیامبری را که خاتم الانبیاست شاگردانش رو تکفیر میکنند، همسرانش رو فحش میدن. ابعاد مختلفه دارد. ابعاد مختلفش چیه؟ ابعاد مختلفه دارد. اول ولادتش رو ثابت کنید، حداقل یه بعدش رو ثابت کنید. ابعاد مختلفه داره یعنی چی؟ حجم داره، طول داره، عرض داره، چی داره؟ اینا رو هیچ کسی ندیده. این ابعاد جسمیشه. ابعاد روحیش چی؟ جز مشت دروغ که شما بافتید. اون چه که برای بشر ظاهر شده است بعض ابعاد اوست. برای بشر هیچ چیز ظاهر نشده. از این مهدی دروغینی که شما درست کردید برای بشر هیچ چیز ثابت نشد جز در اوهام و خیالهای مریض شما. بنده کتابی در این مورد دارم نوشته ای که آقای مهدی موعود یا مهدی موهوم، جزئی از این کتابه، یه فصل از این کتابه، ویرانگری تشیع در اسلام. وقتی آقای منتظری اونو خونده بود، مقاله رو فقط غیرت کرده بود و غیرتش زده بود، ردش کرده. یک کتاب 400 صفحه‌ای نوشته بر رد یک مقاله 12 صفحه‌ای بدون کسی منده رو ذکر کنه. وجب و وجب. من خیلی خوشحال شدم، گفتم بالاخره یک شیعه غیرتمند پیدا شد و از مذهبش علمی دفاع میکنه. وقتی خوندمش دیدم این چقدر بی سواده. کتاب فقهی سوادت بالاه، اینجا چرا اینجوری؟ بعد خود کتاب براش فرستادم به فرزندش احمد، به من جواب داد. دیگه بعد از اون ساکت شد تا وفاتش، در این مورد حرفی نزد. چه ابعادی ثابت شد جز مش دروغ؟ چنانچه اونچه از قرآن و پیغمبر اکرم برای بشر معلوم شده است بعض ابعاد اون معنویات هست. اینم یه دروغ. قرآن راجب مهدویت که هیچ، بلکه راجب امامت هیچ حرفی نزده. حتی مجلسی و غیر مجلسی هم این اعتراف میکنن.
این آقا داره عوام فریبی میکنه. آقای خمینی علاوه بر اینکه داره دروغ میگه عوام فریبی میکنه. شما گفتی که قرآن قابل فهم نیست، ائمه قرآن و اسرار قرآن نه. الان چطور شد که حرف از قرآن میزنی؟ این پیامبر اکرم علی آله و صحبه الکرام یکی از علا نه که متواتر نیست. مفتی قطر کتاب داره به نام لا نبی ینتظر بعد النبی، مهدی ینتظر بعد النبی خیر البشر، بعد از نبی هیچ مهدی نیست. که تمام احادیث مهدی پیش اهل سنت و پیامبر بیان کرده. این کتاب سر و باطنیگری و این چیزا نیست. از علی علیه السلام سوال کردند که آیا شما علم خاصی دارید؟ گفت نه، جز این چیزی بود راجع به ارث و باز کردن. علی اینا میگن نه، علی اسرار آسمان ها و زمین میدونه، برای که اینا علی پرستند، غالیند. و اگر علی علیه السلام امروز زنده می بود گردن اینها رو میزد، یا اینها گردن علی رو میزدن خاکم بدهن به عنوان یک وهابی. همچنان که مختار ملعون وقتی که امام حسن رفت پیش عموش، به عموش گفت تسلیم آویش کن پول بگیر. این مذهب از قدیم اینجوری بوده. و در ادعیه ما مسائلی هست که همونطور است. همش دروغه. در عقیده ما مسائلی هست که همونطور است. بفرمایید بیاید ترجمهش کنید آقا. در عقیده ما مسائلی هست که همونطور است. این فارسی هندی هم اینجوری نیست. بله. همونطوری که رسول اکرم به حسب واقع حاکم بر جمیع موجودات است. دروغ محض افترای بزرگ تشیع همینه، بزرگترین غلو همینه. حضرت رسول اکرم حاکم بر همه موجودات هست که کجا گفته؟ اگر حاکم بر همه موجودات بود چرا در مقابل ابو جهل و ابو لهب، در مقابل مشرکان مکه نتونست بر اونها حکومت کنه، ناچار به هجرت شد؟ چطور حاکمیه که بر همه موجودات حاکمه، بر 4 تا عرب صحرانشین حاکم نمیتونه باشه؟ تا حدی که خودشو در محاصره قرار میدن. 3 سال به ابی طالب میمونه، شکنجه میدن، نمیتونه ازشون دفاع میکنه. خداوند هم بهش اجازه قتال نداده. بعد میره هجرت میکنه از دست امثال شماها و در مدینه منوره. اونجا با این سخن نباید، و هر کسی که این عقایدو داره، چه خامنه‌ای باشه، چه خمینی باشه، چه قزوینی باشه، هر پلید دیگری که باشه، حضرت پیغمبر رو همه دیدن علیه السلام، فداها ابی و روحی و امی و نفسی و اولادی، همه دیدنش. زندگی داشته، 23 سال عمر مبارکش در دعوت بوده. فقط دست تاریخ تولدش مشخص، تاریخ وفاتش مشخص. اما این مهدی که شما حضرت مهدیش کردی یه نفر ندیدشه و پیغمبر برش وحی شده بر این آقا. چرا؟ که همین مثل این قیاسای مع الفارقه، این تزویر و دروغ و نیرنگه. اینجاست که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که من بیش از دجال از علمای علیم اللسان براتون میترسم، از عالمان دروغگو.
از عالمان نیرنگباز، فریبکار، دجال، امثال ایشون و امثالش. اون خاتم رسول است و این خاتم ولایت. اینم دروغ دیگری. اون خاتم رسوله به خاطر اینکه قرآن فرموده خاتم الانبیا و علی علیه السلام میگه ختم به الوحی، وحی با او تمام شده. شما حرف علی رو قبول ندارید. علی میگه ختم با وحی با پیامبر ختم شده، شما میگه 12 تا وحی دیگه هستش، 12 تا 4 حتی بر فاطمه وحی شده. علی کاتب وحی فاطمه بوده، همین آقا میگه. اونم خاتم ولایته. یعنی چی؟ یعنی شما ختم نبوت قبول ندارید، دروغ میگید. تفاوتتون در این مورد و بهاییان در همین نقطه. بهاییان کفرشون علنیه، میگه ما ختم رسول قبول نداریم. ختم یعنی خاتم، اونم دروغه، تحریف آیه. لیکن شما نه، شما میگی ما ختم رسالات رو قبول داریم، لیکن رسالات ختم نیست مگر با 12 تا امام. این چی ختمیه؟ و این خودش کفر صریحیه. ولذا عالمان شیعه کافرند بر حسب این عقیده. جاهلانشون، مقلدانشون، عوامشون نه، برای که حرفا رو نمیدونن. اگر حرف حقیقت بهشون رسید و قبول نکردن، حکمشون حکم عالمانشونه. انظر اسلام هر کسی که ختم نبوت قبول نداشته باشه مسلمان نیست. الان فریبکاری کنه 12 تا وحی شده فلان شده، اینا همش نیرنگ بازی کلیسا و کنیست و آتشکده در لباس تشیعه. و یک مرد نامرد پیدا نمیشه در این مثال که بیاد قد علم کنه بگه من مرجع فلان مرجعم، با شما مناظره میکنم. مناظره شما با چوبه، با چماقه، با نیرنگه، با چاقوه، با کشتنه. یک بار هم مناظره کردن، تمشو کشیدند. اون خاتم ولایت کلیه بالاصاله است. بیا بفرمایید. اینا همش ادعاهای قلمبه سلمبه. کس نباشد در سرای موش باشد کد خدایی، در مایان مشت جاهل و نفهم. این خاتم ولایت کلیه به تبعیت است. چرند فرندای سفسطه بازی که میاره که هرچی قلمبه سلمبه حرف بزنه عوام که نمیفهمند، میگه او این آقا چقدر عالمه. پس این دو ماهایی هستند که باید ما راجع به اونها، این ماها رو شما ماهای جاهلیت مبدل کردید. خدا کنه که ملت بیدار بشه و از شر شما راحت بشه. اگر نه بلاهای بیشتری در انتظارش. در این 42 سال دیدید که بر سر ایران چه اومده، به خاطر این عقاید شومه. آقای عبدالحمید از روسیه، سکولاریسم یعنی چی؟ استاد عبدالرحمن فاتح، یه دقیقه. سکولاریسم این است که دین را از سیاست جدا میکنه. ما باید این موضوع را متوجه بشیم که آیا اسلام بدون سیاست میتونه اسلام باشه یا نه؟ نه خیر. اسلام بدون سیاست مثل این است که سر بدون بدن باشه. امکان نداره. سر اگر جدا کنیم از بدن دیگه نمیتونه که به راه بره. اسلام بدون سیاست، ایشون که شیخ عبدالرحمن فاتح نیست، شخص دیگریه، مثل این است. بنابراین اهمیت این موضوع رو ما از کجا درک میکنیم؟ از آیات قرآن کریم، از سیرت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم که خداوند متعال جل جلاله حکومت و دولتداری را برای رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم دستور میده که تو در میان مردم حکم بکن، فیصله بکن، قضاوت بکن و در میان آنها دولتداری بکن به شکلی که من برای تو دستور میدهم. من اربعی
خب یک چند دقیقه این کلیپ ببینیم. بله شما ایراد میگیرید که چرا گفتی خر؟ بیا اینجوری باز اقرار بکنه دقت کرد. بعد عرضه داشتش که نشست روی پمپداد گفت ارام بی سواد یه شیر اومد پیش امام گفت زدم میخواد بذار. ها حضرت فرمودن این شیر اومد وقتی که با من صحبت میکرد اینو گفتش که امام زمان من موسی بن جعفری زن من باردار است. موسی بن جعفر امام زمان منه، حیوان میزنه. ای باری کلا به او حیوان که امام زمانش رو درک داره. امام زمان ولی حیوان هاست نمان انسان ها. فرمودن به من گفت تو امام زمانمی جایی ندارم برم. حضور اولتون که عرض کنم کجا برم؟ اومدم در خونه شما رو تو بیابان پیدا کردم. دعا کنید همسرم راحت وضع حمل بکنه. رفت و نشست رو کلید گفت شنیدید یزید نشسته بود جیش بکنه اغلبه اونجاشو گزید. رفت جایی عجله کمال ادرار بکنه دقت کرد که نشست اغلبی بود و حالت تناسلش رو یزید. گفتم آره تو راست میگی. نشست توی تیاره گفت تو بهارالانواره دستای پیغمبر ما لوله کشی آب داره. یه وقت دیدن خاتم الانبیا فرمودن یغلبی ها رو بیاری سطلا رو بیاری 10,000 نفر آمدن دور پیغمبر. گوشاتونو وا کنید انگشت مقدسش خاتم الانبیا اینجوری باز از هر انگشت پیغمبر مثل یه شالوله آب شیرین خوشگوار سرد. تو راست میگی. رفت توی دیگه چدن گفت ملائکه میگن خربوزه سنی شد ولی آدمجونا شیعه شدن. خربوزه ها رو تهیه کرد و آورد محضر آقا امیرالمومنین. حضرت فرمودن خربوزه ها رو قاچ بکنید. قاچ کردن گذاشتن جلو مولا. اولیشو امیرالمومنین گذاشتن تو دهان مبارک دیدن تلخه. اصحاب دیدن مولا این خربوزه رو پرتش کردن اون طرف. خربوزه بعدی شیرین گوارا. حضرت فرمودن میل کنید. اصحاب سوال کردن گفتن آقا حکایت چه حکایتی بود؟ خربوزه است دیگه. این خربوزه چیکار کرده بود که اینطور پرتش کردید؟ حضرت فرمودن این ولایت منو قبول نکرده بود که ترک شده بود. بعد اولین رویدنی که اقرار به ولایت کرده بادنجان میده. تأکید میکنن زیاد بخورید. اینا رو داریم اینها رو. درست میگی. نشست رو سطل اسید گفت یه قصه جدید. شیر از تو تابلو در اومد دشمن حضرت رو دارید. به 2 صورت عکس شیر فرمود شما 2 بیایید یه فاجعه رو بخورید. آقا فل مجلس به همون لحظه 2 شیر از این صورت ظاهر شد. 2 شیر حقیقی پریدن. اول اونو تیکه پارش کرد. استخوناشو اونجوری میخورد میکردن که صداشو جمعیت میشنید تو مجلس. بعد تمامشو خوردن و بعد خوناش هم لسیدن. گفتم آره تو راست میگی. نشست روی پشت بام گفت خلایق عوام بوی گل و گلاب میده مدفوع و پیشا به امام. ما در بعضی روایات داریم که اهل بیت فضولات ندارن و تا اینکه اصلا وقتی مثلا اهل بیت علیهم السلام میرفتن و مثلا جای برای آقا رسول خدا برای قضا حاجت توی عهدش پخش میشد و اصلا زمین چیزی رو قرار نمیداد میبردید کسی چیزی نکرد. درست میگی. رفت نشست تو لجن گفت خانوما بدونن بی حجابا رو تو آتیش از مو آویزون میکنن. آقا اگه یه دختری موهاشو بذاره بیرون از نامحرم نپوشونه موهاشو این عذابش قیامت چیه؟ شنیدین عذابش چیه؟ آویزونش میکنه از مو. چند سال؟ مثلا 100 سال 10 سال. بعد میشه بگید 1 روز در قیامت معادل چند روز در عالم دنیاست؟ گفتن 50 سال. نه که انقدر طولانی، یعنی اینجوری میگذره سخت میگذره. میخوام بگن سخت. درست میگی. نشست رو شیشه لیموناد گفت به حق من یکا این رعد و برق از غضب علی میاد. با حضرت صحبت میکردم فارعدت السماء و ابرقت. آسمان رعد و برق شد. یه رعدی زد و یه برقی زد.
خب از نظر امروز الکتریسیته و نمیدونم بحثای امروز و ایناست، نه ظاهریه. اون وقت هم خب رعد و برق بوده. یه وقت آسمون رعد و برق کرد، میگه گویا امام صادق علیه السلام یه حالتی شدند، آقا امام صادق علیه السلام یه توجهی کردند. فقال ابو عبدالله علیه السلام، حضرت فرمود اما انه ما کان من هذا الرعد و من هذا البرق فانه من امر صاحبکم. آگاه باش، هرچی از این رعدها میشنوی، از این برقها میبینی، از امور صاحبتونه. صاحبتون از امور صاحب، رعد و برقی شد، از امور صاحبتونه. قلت من صاحبنا، سمعت ابن عران عرض میکنه، عرض کردم آقا صاحب ما کیست؟ قال امیر المؤمنین. گفتم آره تو راست میگی. رفت و نشست رو موتور، گفت که حتی رو شتر واجب زن کام بده، چه از قبول چه از دبر. رسول بزرگوار اسلام فرمودن اگر مرد خانم مسلمون ابراز نیاز حتی روی شتر به او جواب بده. گفتم آره تو راست میگی. رفت نشست رو نمد، گفت ابوالفضل اومد کنار نهر علقمه با اسبشون حرف میزد. آقا وقتی وارد شریعه شد تا زانوی از تو آب رفته، از تشنه از ولی آب نمیخوره. حضرت دست رو بردن زیر آب، یک کپی از آب برداشتن که از تصور کنه آقا آب خورد تا اون هم آب بخوره. نشست روی کرگدن، نشسته وا کرد دهن، گفت عربا توی بهشت، فارسا توی جهنمن. اهل بهشت به هر زبانی باشن زبانشون به عربی برمیگرده. و همین خاطر هم تلقینا رو عربی میخونن، بنابراینه که این اهل بهشت میفهمه. و حتی عرب اگه اهل جهنم باشه زبانش به عجم برمیگرده. حتی توی جهنم هیچ سخن عربی رد و بدل نمیشه، همش عجمه. گفتم آره تو راست میگی. نشست روی خمپاره، گفت که از تو گهواره این احمدی نژاد ما حاله نورانی داره. یا تو چوچیلت کردن یه نفر اصلا که هم اومد گفت ایرانی صاحب گفت وقتی تو شروع کردی بسم الله الله گفتی من دلیل اینجوری احاطه کرد رفتی توی اسم توی حساب تا آخر خیلی احساس کردی. مذهب موهومات این رئیسش. با عرض سلام مجدد. آقای محمد امین. سوال شما رو متوجه نشدم. دو تا دختر همسایه ما دو تا دختر داشت، خواستگار داشتن، پدر اونها راضی نبود. جواب یعنی چی؟ مقصود شما چیه؟ بدون رضایت پدر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده که اگه دختری بدون رضایت پدر ازدواج کنه ازدواجش باطله باطله باطله. دعای مادر برای فرزندش مولانا خیرشاهی. قول بدید سال 99 رو سال صله رحم و ارتباط عمیق با والدین. اصلا عزیزان از این مهم غافل نشید که ما حتما ارتباط بسیار وثیقی با خانواده هایمون، با پدر و مادر و مخصوصا مادر اگر در قید حیات است، اگر هم مردن به هر طریق ممکن ایصال ثواب کنید
مشکلات شما حل میشه. یکی از بزرگان همین صحبت میکرد، میگفت مشکل داشتم حقیقتا، آمدم پیش عالمی گفتم چه کنم؟ گفت برو دیدن مادرت، چیزی که مادر لازم داره براش بگیر، دعای مادر رو بگیر. ما وقتی مشکل بیشتر میشه از مادرمون بیشتر فرار میکنیم، میگیم مبادا اونم یک گرفتاری خاصی داشته باشه، حالا چیکارش بکنم؟ بله. آقای خال محمد پور، کار بنده تاکسیرانی است. بعضی از هم خواهش میکنند که موسیقی بگذارم. من هم گناه کردم؟ بله 100%. حضرت پیامبر اسلام از روز تولد تا وفاتشون کسی دیگه بود که اسم محمد داشته باشه؟ فقط ایشان نام. این قبل از پیامبر هیچ کسی نام محمد نداشته. به قول کشیش اسبق ارومیه که بعدا مسلمان شد، 7 زبان داشت و کتاب بسیار جالبی نوشت در محمد کتب یهود و نصارا، اسم پروفسور بنیامین داووده. ایشون میگه این اسمو خداوند از ازل ذخیره کرده بر محمد صلی الله علیه وسلم، اما در عهد خودش ممنوع نبود، لیکن محمد ابن عبدالله ممنوع بود، یا محمد، یعنی وارد محمد دیگه هم بودن، محمد ابن ابوبکر کیشه مثلا. تا اینکه اشتباه پیش نیاد. آیا توی احادیث هست که پیامبر صلی الله علیه و آله از پدر و مادرش یاد خیر کرده باشه؟ تا مکه رفت، اول رفت زیارت قبر مادرش. زاهدان شوخی با جنتی نبینی نصف آفراد برپناست. درباره من چی میگن؟ گفتم میگن اول خواستگار حضرت حوا تو بودی، اما چون سنت بالا بود به تو ندادن، حضرت آدم رفت حوا زد. میخند. گفت دیگه چی میگن؟ گفتم میگن حضرت آدم به خدا گفت خدای این پیرمرد که اینجا میفلکه. خود همین آقا که حرف میزنه در زمان شاه یه زن رو براش مسلط کردن، صیغه‌اش کرد، عکسش گرفت، در همون حالت و رسوا شد. تا گفت ولش کن، اون جنتی قبل از منم اینجا بود. اینقدر بیخندید آقا. گفت دیگه چی میگن؟ گفتم میگن که خدا رب بهشت بسازه، دید تو اونجا نشستی، به تو گفت پیرمرد تو اینجا چیکار میکنی؟ اسمت چیه؟ تو گفتی من جنتی هستم. خدا هم بهشت درست کرد، اسمت گذاشت جنت. آخوندهایی که باید دین مردم رو درست کنند اینجوری جوکر شدن. آقای محمد شریف هدایت شده. بنده به قصد هدایت مشرکین وارد سپاه شدم و تاکنون 3 نفر را هدایت کردم. خداوند دستو بگیره. اگر اینطوری پیش برید جهادیه خودش. اگه به قصد دعوت رفتید حقوقت جایزه. اگه به قصد دعوت رفتید و هیچ کار منکری انجام نمیدید. آخوند خلع لباس شده حسن آقا میری. فلان اینا جلوشونه، بعد اونایی که ما رو تحریم کردن نشون میده یکی لیوان آب جلوشونه.
اونی که ما رو تحریم کرده جلساتشون یه لیوان آب توشه، مایی که تحریم شدیم جلساتمون یکی لیست میوه جلوتونه. نگاه ما اونا رو تحریم کردیم. اینو قبلا هم گذاشتم، چند بار گذاشتمش. موضوع اخبار 8:30 یعنی چی؟ عده‌ای از کشورمون بی‌اوی دارن میمیرن، یه عده‌اش از گشنه‌ای داره میمیره، یه عده‌اش هم از کرونا دارن میمیرن. بعد شو میری میذاره شبکه 2 اخبار 23 ایران میخوای نگاه کنی، میگه چه؟ به نام خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد. سرتیتر خبرها: آتش سوزی جنگل‌های آمریکا به صورت هولناک، اعتراضات بر اثر گرانی‌ها در فرانسه، انگلیس را سیل برد، اسرائیل با خاک یکسان شد. خلاصه خبرها: همه کشورها بدبخت و خدا زده و بیچارن به جز کشور خودمون که عالیه. یه گزارش ببینیم. نظرتون راجع به کشورمون چیه؟ با داشتن ایتو مسئوله خدا رو شکر ما هیچ کم و کسری نداریم. خبرگزاری صدا و سیما، احمد ببری. تا درودی دیگر بدرود. هم از اخبار ایران. مویوم خوبل تا آمریکا و اسرائیل تش بگیره، 2 تا از بدبختی کشور خودمون بگین شاید یه مؤمن و مسلمونی پیدا شد حلش کنه. پدر مخالفت میکرد، پدرشون حالا فوت کرده، گناه گردن پدر است یا نه؟ نه، اگه مخالفتش موجه بوده نه، گردن پدر نیست. اگه مخالفتشون در نامزدی موجه بوده یک جا بنویس، چرا تکه تکه می‌نویسید؟ آقای افشین آقای قیس از لندن: بعضی مردم در انگلستان میگن که این سوالا رو من دوست ندارم در برنامه جواب بدم. دقت میکنید؟ آقای ابو محمد شیخانی: تماس تلفنی امام زمان شبکه کلمه. بفرمایید. من میخواستم اینجا بهتون بگم که به همون خدایی که این مسخره خودش، این هر جا زنگ میزنه که من امام زمانم. آقای عبدالکریم هدایت شده: بنده چندین سال شما و برنامه شما بسیار خوب شما رو گوش کردم تا تونستم از این گمراهی تشیع خیلی بیرون برم. خدا را شکر. شماره کسی را که بخوام به شما بدم باید ازش اجازه بگیرم. هر کسی اجازه نمیده که. به عروسی هایی که اختلاط زن و مرد است رفتن جایز است اگر خود را چند روز نتراشیم جایزه. اون شعرها ضرب المثل که در برنامه میخونید مکرر بخونید چون که خیلی خوبه. کدوم یکیش؟ من نمیدونم کدوم یکیشو میگی. در اینجا بعد از نماز جماعت دست‌های را بالا کرده دعا میکنن. جمعیت هم دستا بالا میگن این کار جایزه. در اکثر بخصوص غیرودی اکثر جا همین کار دعوا ایجاد کنه. اون بسم الله میگه. البته این رأی بنده، رأی اقلیت. اکثر علما ذبیحه شیر جایز نمی‌دونن. دقت میکنی؟ بنده برخلاف عادتم در این مورد با اقلیتی هستم که اینو جایز میدونه. بله.
برنامه امشب دیگه شروع کردیم برای که مصاحبه داشتم. روی داشتم. آقای جهان پرور سلام. یکی از بینندگان من داد خیلی نیاز دارم امشب مثلا دعا کن دکتر. دیشب در تلویزیون اینترنشنال مصاحبه داشتید خیلی خوش تیپتر بودید. برای که اون تلویزیون چیز داره، امکانات زیادی داره. دقت میکنین؟ اینجا هم تلویزیون امکانات زیادی میداشت همینجوری میشد. اون تلویزیون دولت پشتشه، ماها که چه عرض کنیم و به دلیل کیفیت عالی اون شبکه. آفرین. دوباره صدا خیلی بلنده. من صدا رو تغییر ندادم، نمیدونم چرا. صدای خودم یا صدای کلیپ ها. آقای احمد از ترکیه. مولانا نهتانی. موضوع اهانت به پیامبر اسلام. مدت 2 دقیقه. علیه السلام و علی آله. 2-3 روز پیش برای من کسی فرستاد سیمای اسلامی و محسن و ریش مبارک 2 تا چشم گذاشته بود به اندازه مرغ محلی از کاسه هم بیرون زده بود، زیرش نوشته بود محمد قلی. بچه ها را میترسونن، نشون میدن، میگن محمد قلی بچه میترسه. مسلمان، ای کسی که تو غافل هستی. و در جواب اون من پیام را فرستادم در همون گروه، همه ایران شدن، قسم خوردن، بعضی پیام میفرستادم به والله ما فکر نمیکردیم. گفتم این ترفند یهود و نصاراست، میخوان سیمای زیبای و جوانارای محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را خدشدار بکنن. بچه‌ای که معصوم است و طفل کوچکی است با محسن ما را بترسونیم که علیاذ بالله چهره زیبای پیامبر وحشتناک بوده، بچه را از کوچکی متوحش بکنیم و بترسانیم. نخیر، بیدار باشیم سروران. من فرستادم چرا شما نمی نویسید ترامپ قلی، اوباما قلی، شارل قلی، بوش قلی؟ این چهره منحوس و پلید غربیه را چرا نمیذارید؟ اونا نقشه میکشن، ما فورا میذاریم. بله. انا کفیناک المستهزئین. خداوند میفرماید که ما در مقابل مسخره کنندگان و مستهزئان کفایتت میکنیم. این که کاریکاتور کشید به چه مصیبتی گرفتار شد، زنده سوخت. و خداوند کسانی را که بر همسران و شاگردان و پیامبر توهین میکنند در لباس تشیع، همین عذاب اولا هدایتشون کنه و اگر هدایتشون مقدر نیست بر همین عذاب مسلطشون کنه، گرفتارشون کنه. هر کسی که بر پیامبر به هر نحوی اهانت بکنه. با سلام. پدر رسانه‌های توحیدی اهل سنت خواهش میکنم سلامت باشید. در درس تفسیر امشب دعای حضرت یوسف علیه السلام را فرمودید. من پیدا نکردم در اینترنت، میخواستم حفظ کنم. یا غالبا غیر مغلوب اجعل لی من امری فرجا و مخرجا. به فارسی هم بخون. یا قریبا غیر بعید. دقت میکنید؟ یا غالبا غیر مغلوب. خدا رو به اسماء حسناش بخونید.
چیز در کیبوردتون به جای زبان فارسی زبان عربی رو انتخاب بکنید براتون بهتر میاره. در زبان فارسی معمولا هر چی که هست دعاهای شرکی شیعه هست، الا من رحم ربک. ابو محمد هدایت شده از اهواز: امکانش هست من از وضوع خود فیلم بگیرم و شما بگوید درست است یا نه؟ چرا وسوسه میکنید؟ دقت میکنید؟ دست رو شستید، سه بار شستید، یک بار فرضه، 3 بار سنته، بعد مزمزه کردید، بعد استنشاق کردید، بعد صورت رو شستید، همه اینا 3 بار، بعد دست تا آران شستید، بعد ماسک کردید، بعد پای راست پای چپ تو 3 بار شستید، تمام شده رفت. این دین آسانیه. این هذا دین یسر. به هیچ نحو وسوسه رو با خودت راه نده. و شیطان تا میتونه مؤمن رو با وسوسه اذیت میکنه. اشک بار شدن صدام حسین رحمه الله هنگام اسبردن حسین رضی الله عنه. أيها العظيم يا أحسن الخلق محمد صلی الله علیه و سلم. ببین خود ایشون آل مجید از ساداتن، لیکن با این قضیه تجارت نمی کرد. بعد درباره پیامبر غلو نمی کنه. غلوبی که خمینی کرد و از اسلام خارج شد این غلو نمی کنه، با وجود خودش بعثیه. صلی الله علیه و سلم. خلق ایها العظیم یا احسن الخلق. ای بزرگ، ای عظیم، ای بهترین مخلوق. نمیگه کائنات در دست توه بس خمینی دجال. محمد صلی الله علیه و سلم. بغضش گرفته. و یا رمز المبدعی علی کرم الله وجهه و یا رمز العدالة عمر رضی الله عنه و یا جد من رجل الجهاد والمبادئ. جدنا رجل الجهاد والمبادئ الحسين عليه السلام. هل أرضيناكم وهل أوفينا بالعهد والنسب؟ اللهم اشهد أننا نعمل من أجل شعبنا مسترشدين في عملنا بتراث الأمة وروح السماء. خدا رحمتش کنه و از خائنانی که عراق و ایران کردند لعنتشون کنه، از جمله خمینی و خامنه‌ای و رفسنجانی و با رامسفیلد و همه اینهایی که باعث ویرانی عراق و سوریه شدند. آقای زاهدی همراه هستیم با آقایان مولوی ملازاده پژوهشگر و کارشناس این که ما رو دیروز اینا رو شما فرستادید. بله خیلی متشکرم. آقای سلطان سلیم مدت هاست که نیستید.
وفات کاریکاتوریست سوئدی لارس فلیکس، صاحب کاریکاتورهای اهانت‌آمیز به پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در حادثه در تصادف. لارس فيليكس وفاة صاحب الرسوم المسيئة في حادث تصادم بعد اندلاع حريق بالسيارة. الله أكبر. إليكم تفاصيل الخبر كاملة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. رجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يصلك كل جديد. الله أكبر. يمهل ولا يهمل. تعرض الرسام السويدي لارس فيليكس صاحب الرسوم المسيئة ضد الرسول صلى الله عليه وسلم في حادث تصادم سيارتين اليوم الأحد عن عمر يناهز دیرگیرات سخت گیرات 75 عاما. وقالت صحيفة إكسبريس أن الرسام السويدي توفى برفقة 2 من ضباط الشرطة المختصين بحمايته حيث بعد اصطدام سيارته بشاحنة كبيرة. خب اینو که قبلا هم توضیح دادیم. جانباز جنگی در حال گدایی فقط در دیکتاتوری ولایت فقیه. ما از این برادر خواستیم که کار شناساییشو به ما نشون بده. بله کار جنبودی هنه 10 سال اومده داریم. چه به درد من سن؟ چه به درد؟ اینم سنگر آخونده از همه اینا سو استفاده کردن، قدرت رسیدن، اینا رو هیچ برن پی کارشون. ایران یادگاری باینه. بله بله کار در بیار. کار در بیار. اینم کاری جنبازی در خدمت شما دارم. آها بله کار جانبازی علی رضا، نام خانواده اکبری، نام پدر پنجلی. بله جانباز 20%. ببین عزیزان، جانباز 20% رفته تو جبهه جوونیش داده، الان اینجا نشسته. واقعا متاسفم واسه مسئولین ایران زمین. بله اینا خسر دنیا و آخره هستند. دنیاشون که از دست رفت، آخرتشون رو بپایند. سخنان کمیاب ولکن حقیقت از آیت الله بروجردی، ولایت مطلقه خامنه‌ای. خودی پیغمبر اکرم هم ولایت مطلقه نداشت. آفرین. که خدا تو قرآن به پیغمبر گفت. اینجاست که من میگم منتظری به کفر خمینی رو نداره، برای که اون قلوب خمینی رو خامنه‌ای داره، اما منتظری نداره. احکم بینهم بما انزل الله. من پس یعنی هرچی میخوای بگوی نیست. به پیغمبرم ولایت مطلقه نداره. آقایون یه ولایت مطلقه. برای اینکه شما خودت یه بدعت گذاشتی، ولایت فقیه ایشون بدعت کرد تئوریشو و بعد آخرش کشوندرش به اون طرف. باقی اصول قانون اساسی همه نادیده گرفته میشه. با اینکه این اصول مردم همه اجتماع دارن. ما از اول که انقلاب شد یادم گفتیم استقلال آزادی، معنیش آزادی معنی آزادی مسئولین نیست، یعنی آزادی مردم. جمهوری مردمه. ما یه فصل در قانون اساسی همیشه راجع به حقوق مردم داریم. این آقایون این فصل رو اصلا نادیده میگیرن. فقط یه ولایت مطلقه درست کردن که من یادم من بازنگری رأی ندادم برای که ولایت مطلقه قبول نداشتم. با این که ولایت فقیه ما درست کردیم بابا جون، اما معذالک ولایت مطلقه غلط. بله. ضلاله و کل ضلالة فی النار. علتش اینه.
وقتی انسان یه بدعتی رو بذاره به جای ولایت مطلقه اگه شورا رو میذاشتی و امرهم شورا بینهم همچنان که قرآن گفته دیگه نیازی به ولایت مطلقه نیست. لیکن شما چطوری میتونی بذاری؟ انتخاباتی که در 400 سال پیش بود دارین پشت بهش میدین. دغدغه و چالش مردم قرار گرفته، مورد اعتراضات زیادی هست. جمهوری اسلامی با توجه به اینکه یکی از کشورهای بزرگ صادر کننده نفت هست، متاسفانه به لحاظ تحریم‌های ظالمانه در خصوص صادرات نفت که در این شرایط واقعا میتونه کمک بزرگی کنه در خصوص تأمین انرژی جهان و حتی همین کشورهای پیشرفته. همین بس. اولا ما که در آمریکا هستیم کمبود سوخت مورد چالش قرار نگرفته به قول ایشون و مورد اعتراضات زیاد نیست، مورد اعتراضات کم هم نیست، چون اصلا کمبود سوخت نیست تو آمریکا. در اروپا هم غیر از انگلیس اصلا بحث کمبود سوخت نیست که چالشش باشه که این میگه. تو انگلیس هم علت این وضعیت کمبود سوخت نیست، کمبود راننده نفتکشه برای انتقال سوخت که بعد از خارج شدن انگلیس از اتحادیه اروپا حاصل شده. وزیر نفت دولت رئیسی میگوید کمبود سوخت و بدبختی مردم در آمریکا و اروپا رو ما میتونیم برطرف کنیم اگه تحریما رو بردارن، میتونیم سوخت بدیم بهتون. برادر من آخوند چپه میفهمه نه؟ این دروغا که فقط مصرف داخلی نمیدونم برای هنوز لایه ناآگاه از مردم ایران دارد، واقعا میتونه فقط باشه. رفع تحریما راههای دیگه ای داره که شما دارین درست برعکسش عمل میکنید. حالا اصلا اون بحث دیگه شما آقای وزیر نفت این دولت لطفاً برین یه فکری به حال زمستون امسال ایران بکنین که مردم باز باید در تاریکی و سرمای جمهوری اسلامی این وضعیت رو تجربه بکنن. بله. پرده آخر جستگی تو را بیابد یعنی چی؟ پرده آخر تشبیه یعنی آقا سگ شرف داره بر تو، بگو من سگم. و آقا شیخ عباس قم اهل معرفت، عمر آقا تو معرفت و معارف اهل بیت معرفت سگی اهل بیت پاک برای اندازش کار کرده. بچهش مریض شد میخواستن ببرنش دکتر، گفت نه آقا یه استکان آب کن بیار اینجا، انگشتشو زد توش گفت بدین بخوره. من با این انگشتان عمری روایات و اخبار اهل بیت نوشتم. این آقا میفهمه سگ گفتن یعنی تشبیه خودت رو بالا ببری رفعت بدهی و فرمجه. خب پس از امروز روحانیت شیعه رو بگیم سگان امام زمان امام زمان حذف کنیم بگیم سگان. خوبه؟ ها چو سجی تو را بباید جر، من بوم آن سج تو شاید. بله. مذهب سگتراش. شب و روزگار خوش. بله. مذهب او پرور و سگتراش که به جان اسلام افتاده و به جان بشریت. من صدا رو دست نزدم،
خانم مطهره صدای کلیپ ها حالا که صدا رو کم کردی کمی بهتر شد. نه من صدا رو از اینجا کم زیاد میکنم، این مال خودمه، این صدا به چیز بستگی نداره. این وقتی بله دوباره صدا رو بالا بردی باز شد. ببین صدا رو پایین نگه دارن، بعد هر کس میتونه. بله مگه اینکه این صدایی که من بر خودم میذارم اگه تاثیر میذاره به خاطر این میکروفون شاید. به هر حال ببخشید، بی امکاناتیه، از خوبی خودتون ببخشید، چون دولت اسلامی فقیرند، بیچارند، گدایند، نمیتونند کمک کنن. مردم مسلمان هم همچنین. آقا نمیخوام به شما اهانت بشه ولی گفتم دیروز نه پیپل گذاشتیم $1.5 اون بیچارم قبل پیشنهاد که با نیت خوب قبل از اینکه اعلام بکنیم. بله. الفاظ کفری شیعه مقصود تعدادی دیگر از خیانت‌ها و اهانت‌هایی که شیعه در کتب مختلف خود بر علیه اهل سنت، بر علیه اصحاب رسول الله، بر علیه ازواج رسول الله، بر علیه خود عقیده باطن است که شما میگویید این که ضبطه، چیز نیست که اولا اثبات اینجوری نوشته نمیشه، اثبات با سین و تا نیست. آقای پهلوان فرنام اینجا صدا مشکلی نداره. بله آقای احمد چرا سوال منو جواب ندادین؟ آیا منو بلوک کردین؟ چرا زود بدبین میشید؟ دوستان در همین لحظه که با شما صحبت میکنم اجازه بدین فقط در یک تلفن که مال برنامه، خدا دوستانو بیشتر کنه، 4377 مسیجه، اینا رو من چطوری میتونم جواب بدم؟ ممکنه؟ دقت میکنین؟ و آیا در هنگام شب گرفتن ناخن گناه یا نه؟ نه گناه نیست. این که میشه هر ناخن دست بارها گرفت. بله میشه گرفت، هیچ اشکالی نداره. آقای قیس از لندن، من این سوال ها رو داشتم نمیدونستم از کی این سوال رو بپرسم کنم. خیر باشد. این سوال در باب طریقه درست اشاره کردن همراه انگشت در تشهد، این مسئله خیلی کوچیکیه. اگر به مذهب حنفی عمل کردی یک بار در وقت شهادتین درسته، اگر نه به مذهب جمهور عمل کردید اشاره کردید اینطوری درسته، اگر در وقت همطور که اشاره کردی وقتی که الله گفتید تکون دادید هم درسته. این مسئله بسیار بسیار جزئیه. آقای موحد سفیر امریکا در عمان به زبان بلوچی صحبت میکنند. بله. این خیلی قدیمیه، خیلی قدیمیه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. من بلوچی نزانم. کجا گئے تھا؟ من امریکہ گئے. امریکہ بلوچی کجا سیکھی تھا؟ ان عمان تھا. لوگ ہمارے بلوچی جانا اندا من جان ماری چوک بلوچی نزانم. جان کی چوک نزانم. من جان کمو بلوچی نزانم. بلوچی تھا. تو اصلی ایک نہیں تھے بلوچی رہے. اصلی بلوچی من سیکھ گئی. بیا سفیر امریکا در عمان که کشور عربی بلوچی یاد گرفته چون بلوچ زیاد داره. آقای خمینی 15 سال در عراق بود عربی یاد نداشت. فارسیش هم که مورد مسخره ایرانیانه.
خانم زهرا یعقوب خانی، یا الله چقدر زیباست بازگشته به تو. آقای جمال هدایت شده، مدت هست که تشریف ندارید آقای جمال. جناب آقای ملازاده سلام عرض میکنم. لطفاً بفرمایید کسی که حق الناس به گردنش هست، اون افرادی رو که حق الناس به گردنش دارن نه میشناسه نه میدونه نه میبینه و هیچ دسترسی بهشون نداره. این حق الناس ها بعضیش مالی هست، بعضیش غیر مالی هست. این شخص چه کار باید بکنه که از این حق الناس ها نجات پیدا بکنه، حالا چه مالی و چه غیر مالی؟ اون چه که مالیه اگر میدونه که اونا رو دیگه نمیتونه پیدا کنه، اون مالو صدقه بده به نیت اینکه این مال اونهاست تا اجرش برای اونا باشه. غیر مالی براشون دعای خیر بکنه، براشون طلب استغفار بکنه. استاد بین مسلمانان پیامی رد میشه که برای 7 نفر بسیده امتش این بود: لا اله لا اله الا محمد رسول، اعوذ بالله، لا اله الا محمد رسول الله. این درست نیست، این کفره. لا اله این اشتباه چاپی شده ممکنه، اصلا این چون حرفای درست هم نیست، تازه درستش هم مینوشت درست نیست. استاد ماشاءالله دیروز شما فرمودید که 9 ساعت مطالعه میکنید، خیلی متغیر شدم. بیشتر من همه وقتم رو مطالعه جز غذا خوردن و رفتن به مسجد. من این کار استثنایی پیش بیاد نه الان همه عمرم اینجوریه، همه عمرم، بخصوص در سالهایی که رو تلویزیون ها هستم، ولذا شما هر روز چیز جدید میشنوید. مطالعه نکنم درس شروع نمی کنم و این روش از استادم دکتر دورینی یاد گرفتم، خدا رحمتش کنه. قاری فضل الرحمن، منصوبین حوزه اول کماندانی امنیه ولایت سمنگان به دوام فعالیت‌های روزانه‌شان علیه ملکات عامل نشده. تعداد 7 تن از قماربازان را در این ولایت بالفعل دستگیر و پنجه قانون سپردند. خب منصوبین حوزه اول امنیتی قماندانی امنیه ولایت سمنگان به دوام فعالیت‌های روزانه‌شان علیه منکرات و اعمال ناشایسته از روز گذشته با تعداد 7 تن از قماربازان را بالفعل در یک منزل مسکونی در شهر ایبک دستگیر نمودند. 7 نفر مظنونی که شما می‌بینید در تصویر طبق اطلاعی که از قبل ما داشتیم، دیگه امروز تقریبا ساعت 3 بجه دیگه در منزل لطف الله خان در سر قمار به علنی اینا گرفتار شدند و حالا در پنجه قانون میسپاریم، چیزی که قانون و احکام اسلامی که بر اینا فیصله میکنه دیگه مربوط اجرا میشه. مسئولین اضافه نمودند که مجرمین در تحقیقات ابتدایی به جرم خویش اعتراف نمودند که بعد از تکمیل دوسیه نسبتیشان جهت رسیدگی قانونی به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی میشوند. بله. امریکا 20 سال دوز و قمارباز پرورانده دیگه. در مورد وضو کردن معذور، شخص معذور میتونه در هر نماز وضو تازه نموده نماز بخواند. منظور معذور شخص سرسبال، بله، اصطلاح بطنه، بله، این معذوره در هر نمازی وقت نماز، وقتی که وقت داخل شد وضو بگیره نماز بخونه، بیشتر از این مکلف نیست. پاسخ همین ساعت در پیام صوتی بذار. نه دیگه این دوتا نشد، اینو باید اول می نوشتید. آقای محمد افغان، یک سوال:
زنان مسلمان بدون یاد گرفتن دین و عقیده در دفاتر و مراکز تعلیمی یک جا مردان کار میکنن. آیا دین ما اجازه میده؟ حتی تو نه خیر، اختلاط اجازه نمیده. جدا باشند اشکالی نداره، اختلاط و حرام اختلاط. آقای سعید شهبخش، عربی حرف زدن وزیر خارجه جدید ایران، بفرمایید. من شنیدم عربی حرف کشیدش که داشت میخوند اشتباه میخوند. من تو گوشی هم هنگام آهنگ‌های مختلفی دارم ولی همیشه گوش نمیدم، خیلی کم. هر کار میکنم میتونم بذارم کنار. این گناهه، شیطان نمیذارده. اگه آهنگ با موسیقیه، بدون موسیقی اشکالی نداره، با اینکه خیلی جذاب و کم گوش میدم. خدا ببینید، هر کسی که از موسیقی لذت ببره از قرآن لذت نمیبره. این دوتا جمع نمیشن. دقت میکنید؟ آقای عبدالرحمن از شبکه زلال دعوت، این کلیپ شیخ عثمان خمیس ترجمه هم کردید یا نه؟ هو يقول ان احد الناس كتب كم عدد سكان الارض؟ ترجمه نشده. آیا محمد مهدی تکفیری؟ نه خیر، تکفیری نیستن. دشمنانش همچنین افترایی میزنن. آقای موحد اهوازی، اسناد تهمت آخوند رافضی به علمای اهل سنت، دروغ کثیفش رو شد. همین عبدالحمیدی که اون روزی که طالبان 20 سال پیش بر افغانستان مسلط شد، 5 سال تو افغانستان حکومت کردن، تو زاهدان عکس ملا محمد عمر رهبر طالبان گذاشته بود رو میزش. سبحان الله. این دروغ واضحیه. این دروغ خیلی خیلی واضحه. آخوند دروغ میگه کیف میکنه. دروغ و تهمتی به این گندگی. حضرت شیخ الاسلام مولانا عبدالحمید حفظه الله تا کنون عکس هیچ شخصی را روی میز خود نگذاشته است و جالب این که عکس رسمی از مولا محمد عمر را تا کنون کسی ندیده است. این جواب دروغ اول این شخص. اینا منتظرن طالبان تا افغانستان قدرت بگیره بیاد کمک کنه این بلوچستان و سیستان هم از ایران جدا کنن. اینا حرفشون اینه. اگر آقایون ما نمیفهمن که خب نمیفهمن. همه کسانی که از حضرت شیخ الاسلام حفظه الله شناخت دارند به خوبی میدانند که ایشان به کشور و خاکش علاقه فراوان دارند و مدافع سرسخت تمامیت ارضی این کشور است و ایشان به هیچ کس اجازه نمیدهد که به بدی به این کشور نگاه بکنند. مردم بدانند که شیطان در پوست این شخص شیاد داخل شده و ما نباید فریب این شخص را بخوریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد طیب اسماعیل زهی، فرزند مولانا عبدالحمید. آخوندی که به اصحاب پیغمبر دروغ میگه دیگه بر واقعی دروغ نمیگه. خانم نسیم توحید، علیکم السلام رحمت الله. امیدوارم چراغ توحید و سنت شما که باعث روشنی قلب و چشم باز همیشه فروزان بماند. آمین. تقدیم به خواهران موحد در سوریه است. زمان 50 ثانیه. خواهرم دلگیر مباش، خواهرم ناامید مباش. آری میدانم که در زیر ظلم و ستم متجاوزگران و اشغالگران شبهای خود را با زولانه ها میگذرانی. میدانم که چشمانت طلوع شفق را میخواهد، آن شفقی که با پرچم توحید برخیزد، آن شفقی که در آن نام الله را با صدای بلند بشنوی، آن شفقی که در آن حیات عزت باشد نه حیات ذلت، آن شفقی که غروبش شهادت باشد. خواهرم ناامید مشو، در این راه تکالیف برای ما و شما بوده و می باشد. دنیا برای من جز زندان دیگر چیزی نیست. خواهرم میدانی با تو الله عزوجل است. خواهرم اندکی صبر کن.
آقای ابو یاسر یا بسیار ابو یاسر تاجیک از مدینه منوره: برای ما طالب علم های جدید نصیحت و دعا کنید. از کدام کتاب ها بیشتر مطالعه کنید؟ نصیحتم اینه که عربی رو خوب یاد بگیرید و این برنامه ها رو هر روز گوش کنید. اون چی که در این برنامه ها میشنوید ما خودمون در دانشگاه بودیم اونجا نمیشنوید. اینو مطمئن باشید. هر دانشگاهی، اگرچه دانشگاه اسلامی مدینه بهترین دانشگاهه، لیکن همه دانشگاه ها در چارچوب سیاست های معینی هستند. دقت میکنید؟ این برنامه رو روزانه بشنو و مطمئن باش که از هر کلاسی بیشتر چیز یاد میگیرید. با اهمیتی کلاس ها داره. آقای محمد شریف هدایت شده: شما خلیفه مسلمین هستید، خیلی دوستون دارم. نه غلو نکنید، خلیفه مسلمین نه. خلیفه مسلمین اونه که بتونه از مسلمان ها دفاع بکنه. من چه میتونم دفاع بکنم؟ من خودم بیچارم در یه گوشه افتادم. خلیفه حاکم مسلمانان به کسی گفته میشه که ولی امرشون باشه، بتونه ازشون دفاع بکنه، بتونه نمایندهشون باشه، قدرت بهشون بده. یعنی یک شرایطی داره. ولی از حسن ظنتون خیلی متشکرم. آقای سعید شهبخش: سیلاب جهل را فقط سد علم مهار می کند. به به، چه نتیجه خوبی و چه تصویر خوبی است. خب دوستان، همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. براتون کلیپ هایی گذاشتم که قبلا هم خدمتون عرض کردم، براتون فرستادم. یعنی و این کلیپ ها مال زمان رنگارنگه و خیلی هم مهمه. اولیش علی و امامته. علی را از زبان خودش بشنوید، از نهج البلاغه. علی اونه، نه علی که شیعه درست کرده. عیسی اون نیست که مسیح پرستان درست کردن، اون نیست که قرآن میگه. و علی هم اون نیست که علی پرستان مدعی تشیع گفتن. علی اونه که مسلمانان راستین معتدل اهل سنت و جماعت که حاملان راستین اسلام گفتند و نشون دادن. همه شما را به خدای بزرگ میسپارم. شب روزتون بخیر هر جا که هستید. ما و کانالمون را دعا کنید. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين، سيما المهاجرون والأنصار